السلام علیکم ورحمت الله ته وبرکاته. اجمل صاحب ته ورسره نه یم رسېدلی وروره لکه 2 دقیقې نور انتظار وکړه. السلام علیکم. حاجی امیر صاحب، حاجی امیر خان متقی، حاجی مرسی امیر خان متقی، مسئول کمیسیون مناقضه شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کماندان صاحب محترم، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوش آمدی؟ بسیار خوش آمدی، بسیار خوش آمدی. با آمدن شما بسیار خوشحال شدیم و تماما مسئولین امارت اسلامی افغانستان خوشحال شد و همه مبارکی میگویند. تشکر، سلامت باشین. خداوند به شما و همه برادران صحت کامل، عزت و سعادت نصیب بگردانه. خیر ببینی، بسیار خوب شد. عالی. با دیگه برادرها هرچی که خصوصا در جمعیت اسلامی باشه، صلاح الدین خان است یا محمد نور باشه یا احمد مسعود باشه یا دیگه یونس قانونی و دیگه با تماما اگر در تماس شوی، تشویق شوه با امارت اسلامی افغانستان از طریق مفاهمه و مذاکره یک جای شوه، بسیار خوب می آید تا که ملت ما و شما بعد از تکالیف و از رنجها خلاص شوه. انشالله. بسیار خوب شد. مجاهدین خیلی خوشحال است و انشالله با امیدواریم انشالله به جنگ ختم شود. ما هم همی فکر داریم که نمی مشکلی 40 سال گذشته چطور پایان پیدا کنند و چطور مردم ما و شما از این تکالیف خلاص شوند. به این خاطر میگیم که اگر با دیگه برادرها هم در تماس شوی و با مردم خود خوب پیغام ارسال شود، انشاءالله اثراتش بسیار خوب میآید. انشالله ما هم اینا صحبت میکنم. خب خاطر جمع باشیم، بیاری پروردگار برای ختم این جنگ باید همه ما تلاش کنیم و یک فضای صلح انشالله امیدواریم که در افغانستان وجود بیاید و حکومت اسلامی که همه خود در او ببینن و قناعت کنن تا این جنگ بیاری پروردگار ختم بشه و فضای آرامش و امنیت در افغانستان حاکم بشه. تا کار خوبی. بله ما میگیم که یک چانس برای مردم افغانستان آمده که مردم از بدخشان تا هرات، از هرات تا هلمند و تا ننگرهار به یک صدا بلند شده و الحمدلله بدون از مداخله خارجی ها یک قیام ملی صورت گرفت تا که از خوب استفاده شود، تا که مردم ما و شما در مابین خود مشکلات خود به خود حل کنه و دست خارجی ها قطع شود. جناب متقی بزرگوار، این بستگی داره قبول کنیم چقدر میتونیم که یک عدالت اجتماعی به وجود بیاریم تا همه خدا در نظام شریک بدانند. بله ما میگیم که نمو ضرب المثل است که از یک دست صدا بلند نمیشه. خدا کنه که از هر طرف امیتو یک نظر خوب، امیتو یک حسن برخورد صورت بگیره و با یک دیگه برادران نزدیک شوه و خصوصا از نگاه تبلیغات، از نگاه چیزی گفتن باید بسیار احتیاط شوه. ما خود تماما اندیوالای خود را، تماما مسئولین امارت اسلامی افغانستان که در بخش مطبوعات کار میکنه یا در دعوت و ارشاد کنترل کردیم که هیچ لفظ نازیبا درباره مخالفین گفته نشوه. خدا کنه که از هر طرف همینطور یک اقدام خوب صورت بگیره تا که مردم رنج دیده ما و شما از این مشکلات خلاص شوه. مردم بسیار به تکلیف شده، اینمی 20 سال بسیار تکالیف دیده و یک چانس است که دیگه افغانستان از مداخله های خارجی ها خلاص شوه و هم از مخالفت های داخلی خلاص شوه. که چقدر ما میتونیم و فاصله های دور نزدیک بکنیم و چقدر همپذیری داشته باشیم تا اعتماد بین همه به صورت واقعی به وجود بیاید. بله ما خب این خاطر به شما گفت کمک طولانی کردیم که شما هر چیز به چشم سر خود دیدی که مجاهدین الحمدلله در حالت کامیابی و در حالت سلطه و غلبه الحمدلله با مخالفین برخورد بسیار صمیمانه داره. میخوام که اینمی تصویر و اینمی برخورد و اینمی چیزی که شما به چشم سر خود دیدی با دیگه برادرها انتقال شد، خصوصا کسانی که به نام مجاهدین یاد میشه. دیگه باید از این فاصله ها و از این مخالفت ها هر کس خود نگاه کنه و یک جای بیاییم با یک گلم بشینیم با یک دیگر دست برادری بیتیم تا که مشکلات آینده افغانستان حل شود و برای جهان هم کدام دلیلی نباشه که دیگه مداخله بکنه و در داخل هم مردمی با یک دیگه اعتماد بکنه و از مخالفت یک دیگه دستبردار شود. بله
انشاءالله. بله شنیدم جناب متقی صاحب، لطف کردیم، تشکر. خو انشالله اندیوالای ما خونجا هست، دعوت و ارشاد مولوی صاحب غلام حیدر صاحب از دیگه اندیوالا است. اگر هر خدمت بود انشالله میکنه، کدام خدمت اگر باشه خو گفته میتونیم ما انشالله بر اونها هدایت میکنیم. انشاءالله بیاری پروردگار. مولوی صاحب یک شخصیت خوبی است و حرف شما معقول است. انشالله میتونیم با هم دیگه با تفاهم مشکلاتی هم اگه ایجاد بشه حل میکنیم بیاری خداوند. خب بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.